وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. صريا على فكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درسی که ما شما امروز میخوانیم به ادامه درس‌های گذشته، عنوان مبحث ما هست اهداف نظام سیاسی اسلام. در درس‌های اولی ما شما مبانی فکری نظام سیاسی را خواندیم، بعد ویژگی‌هاش خواندیم، حالا اهدافش میخوانیم. گرچه این عنوان کلان است، یعنی مباحث زیاد میشه تحت این عنوان گنجانیده شود، اما ما کوشش کردیم که امو کلیات در بین عناوین هم کلیاتش بگیریم، یعنی میتونه عنوان هم فروعات زیاده را داشته باشه، ما در عناوین هم کلیاتش میگیریم. اول هدفی است که یعنی امو نتیجه که نظام سیاسی اسلام میخواد به او برسه و به تعبیر نتیجه مطلوبش است. و در اول یک تقسیم بندی کلی داریم در باب اهدافی که نظام سیاسی اسلام میخواد او را دنبال بکنه. یکی اهداف دنیوی است و یکی اهداف اخروی. این تقسیم بندی را به خاطر دو نکته مد نظر گرفتیم. نکته اول، خواستیم یک تفاوت اساسی که نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی داره را در هدف هم توضیح بدیم. او ایست که سایر نظام های سیاسی تنها اهداف دنیوی دارن، یعنی اونا هیچ برنامه اخروی بر بشر دیگه ندارن، هیچ چیزی ندارن. اون میگه شما میفهمید کارتون. البته اون نظام های سیاسی بشری که منصف باشه، تو میگه اونایی که منصف نباشه نمیمانید که تو کار معنوی کنی. دقت کردین اونایی که بیخی کمک منصف تر میگه تو میفهمی کارت، ما را به او گپا غرض نیست. اما نظام سیاسی اسلام تو گپا نمیگه، بلکه برنامه های داره معنوی جهت رسیدن به یک سلسله از اهداف اخروی، و در کنار از او برنامه های دنیوی داره. و اگر ما عناوین کلی از این تقسیم بندی بکنیم، میشه برش تو بگیم که در اهداف دنیوی که نظام سیاسی اسلام داره، اول تنظیم و اداره امور زندگی بشر هست. از زمانی که انسان ها به اصطلاح میشه بگیم کثرت پیدا کردن، تعدادشان بیشتر شد و از زندگی فردی به قبیلوی برآمدن، نیازمند به یک سلسله از سازمان های اجتماعی شدن که این روابط در میانشان را اداره بکنه. دقت کردین مثلا به عنوان مثال برای شما اگه بگیم ما شما یک محیط و یک جغرافیای بسیار کوچک مثل کابل را نیاز داریم. مثلا کابل اگر در نظر بگیریم، در این همی جغرافیای کوچک نمیال خیلی از جنجال ها و نزاعهای بین مردم هست که اگر یک ارگان به خاطر اداره اینها وجود نداشته باشه زندگی کاملا مختل میشه. دقت کردین؟ به عنوان مثلا با وجود دیگه جنجال ها و مشکلاتی که نظام ها داره، باز مردم به خاطر حل معضلات خود پیش از اونها مراجعه میکرده. اگر امینا نمی بود چی میکرد؟ یک دیگه خود مردم میزد، چی جور میشد از او؟ دقت کردین؟ یا مثلا اگر مردم هم میمون که در جامعه هر چی میخواست بکنه. حالا یک چیزی بسیار ابتدایی رو شما ببینید، گاهی وقتا در جاهایی که بیری بارک است، همین دست فروشا را کنترل کردنش یک جنجال کلان است. متوجه شدید؟ همین نمیفهمم موتورای لاینی را کنترل کردنش یک جنجال که هر کدومش پیش میاد سرک اول میگیره. خب بعد از اون دیگه یکی در کلی دیگه زده ورن چی خواد جور شد. پس طبیعت زندگی بشر زمانی که نفوس انسان ها بیشتر شد و جوامع
به اصطلاح در یک محدوده جغرافیایی کوچک تعداد زیادی از انسان‌ها جمع شدن بر اساس نیاز زندگی بشر، ضرورت به این پیدا شد که باید یک ارگانی و یک نهادی و یک هر کلمه‌ای که برش به کار ببرین مشکل نداره وجود داشته باشد تا اینکه امیر روابط به زندگی انسان‌ها را با همدیگه چی بکنه، یک نظم و ترتیب بشه. گرچه حالا مثلا حداقل دولت‌های دیگه جاها این کار خوبتر کرده میتونن، اما نظام‌هایی که حداقل همون کلمه نظام بر از اونها مشکل است اطلاقش، مثل وضعیت فعلی افغانستان و اینا همه کارم کردن نمیتونن. دقت کنین چند روز پیشتر یک از اینا قال مقال انداخته بود که اینا دیگه کابل نظم میتیم. یک دو روز رفتم طرف لسه مریم دیدیم که یک روز در نصف روز کمی هم کراچی ها گوشتر بود دیگه پس آمدن خلاص. خب یعنی یک بسیار ابتدایی رو نمیتونن پیش ببرن و دیگه بعضی از یک نزاع کوچک بین دو نفر اگه در مسائل تجارتی می باشه باور بکنین 10-20 سال میمونه. خیلی خندی هم تیر کرده دیگه. دقت کردین؟ اما هدف اصلی ما است که ضرورت وجود همه تو یک ارگان هر انسانی چی میکنه؟ درک کرده میتونه. دقت کردین؟ پس هدف اولی است. البته این هم یک اصطلاح کلی است، تنظیم امور مثلا اداره مردم، خب در همه ابعاد زندگی. دقت کنید مثلا در امور تجارتی، در امور مدنی، در امور قضایی، در امور جنایی، در امور خیلی از مسائل، مثلا بین دو نفر یک جنجال و نزاع و کشمکش میشه، اگر خود مردم بیاین خواسته باشن این مطابق همون تیپ خود حل بکنن، باز خصوصا افغان ها خب چی خواد جور شود؟ نه به خاطر یک مسئله کوچک دیگه 10 نفر خود کشته شد، مثل که عملا در بعض جا می رقم است، نه در اطراف در بعض جاها مثلا نفهم ما این آوا مانده بودم تو گرفتی آوا با زمین خود در دادی و میگه با زمین خود در دادی اوجام کات بیلم کاش کشن کنن کلاشینکوف هم در پلیس از اینا میگه دم اورا میزنه یک خیلی خندی به وجود میاد. دقت کنین اگر مردم می رقم پیش برن خب زندگی اجتماعی کاملا چی میشه؟ مختل میشه. پس در همه ابعاد زندگی و حیات بشر چی نیاز است؟ یه وجود یک ارگان و یک ساختاری که امی مردم بخشای جنایی مردم باید بهش رسیدگی بکنه، در امور تجارتی مردم باید رسیدگی شود، در امور مدنی مردم باید رسیدگی، حتی در امور تعلیمی و تربیتی نیاز است که بهش رسیدگی شود. دقت کردین؟ یعنی یک سلسله از اصول و قواعد باید باشه. مثلا کسب دانش و علم یک نیاز جامعه بشری است. اگر یک ارگانی نباشه امیر تنظیم بکنه چی رقمی میتونه پیش بره. مثلا من اینجا بیام درس بگم بعد از بگم که خب شما برین دیگه فارغین صنف 12 شدین، شما فارغین پانتون شدین، میشه رقم؟ امیال 2 روز درس نخونیم اکثریت تان آماده نیستین که امتحان بدین. پس یک اصول نیاز است، نه همین تعداد ماشین چرا کم هم شده بخواد امین امتحان نگرفته همین مردم احتمالاً گرفته باشه. دقت میکنین؟ خب اگر یک نفر بگه که خب نه دیگه نیاز نیست که مثلا یک نهاد باشه، یک ارگان باشه، اونجا قاعده و قانون باشه، همین تمام نمیشه. درس میخونیم بعد از هر کس یک دوره رخوان نامشه میمونیم دکتر صاحب فلانی در فلانی رشته دکترا گرفته یا ماستری، میشه رقم؟ نه نمیشه دیگه. نه با می خاطر هر کسی که هر چقدر درسای به اصطلاح علمی ترش که هر چقدر درسای غیر رسمی خوانده باشه گپ از کس اعتبار میده، حتی اگه ولو فهمیدم باشه اعتبار میده. یک نفر بسیار زیاد مطالعه بکنه در رشته طب، کدام شما آماده هستین برین پیش از او یک چی بکنین خود جراحی کنین؟ کدامتون آماده این؟ اما یک نفری که از یک نهاد معتبر یک سند داره، دا پروفسور فلانی خان، پرسان میکنیم نه که کدام دکتر بسیار لایق است. چرا این به اساس چی میکنیم؟ نیاز زندگی بشری را تقاضا داره و چی کسی امیر باید ایجاد بکنه و چی کسی را اداره بکنه، نیاز به یک ارگان است یا نیست؟ دقت کردین؟ و به همین خاطر حالا شما ببینین امون نهادهای گرچه در اصل نهادها وظایف دولت هاست، اما در اون جوامعی که نگاه مردم به مسائل علمی هم رنگ اقتصادی به خود گرفته، متاسفانه از این مسائل هم مشکل جور میشه. مثلا زمانی که غربی‌ها در افغانستان آمدن کلی چیز شخصی شد، نه شفاخانه هم شخصی شد، نفهم پانتون هم شخصی شد، مکاتب هم شخصی شد. امو کیفیتی را که باید یک نهاد تعلیمی داشته باشه را دارن اینا؟ باور بکنین ما شخصا از طرف پانتون یک بار وظیفه گرفتیم که پانتونای خصوصی را ارزیابی بکنیم، حداقل در رشته مربوط به ما که ثقافت اسلامی باشه. بسیار خیلی خنده‌های عجیبی را دیدیم. در اکثریت مطلق پانتون‌ها که به نام دانشگاه فلانی خان صاحب کتا لوحش از کل چیز کتا هست، متوجه شدیم رفته مثلا در یک مضمونی که باید حداقل یک سلسله معیارهای ابتدایی علمی در وجود داشته باشه. کدام استاد از کدام جای آوردن ملاصق فلانی و حداقل سندش هم معلوم نبوده که 12 بوده نبوده، یک دونه ورقه که گرفته این بغل خود آمده صفر استاد شده یک چیز گفته. مثلا ما در هر سمستر یک مضمون خاصی باید تدریس شونه. ما از اینجا پرسان که شما چی درس میدید؟ والا ما قتل از دیدگاه اسلام درس میدیم. قتل از دیدگاه اسلام مربوط به ثقافت چی؟ متوجه شدید؟ گفت اما استاد ما چیزا گفت. دیگه زیادش اصلا بیخی نه استاد است نه شاگرد. این مبالغه نمیکنم برای شما.
متوجه شدین؟ مثل که بعضی ها به عنوان کمدی برنامه‌شون میگنی به راستی نکرد، زنگ زدن گفت که تو بیا بچه که مراسم فراغت است، پانتون خلاص کردی، گفت میاد از پانتون خب بگو که کجا بیایم. متوجه شدین؟ فقط یک نفر رای میکنه که تو برو ثبت نام مرا بگو، اونجا پاس پیسه خود روان کرده میره و این باور بکنین در اکثریت این نهادها هست. خب شما چی توقع دارین دیگه؟ یک نفری که اصلا روی پانتون ندیده اما سند پانتون گرفته، از او چی جور خواهد شد؟ و از زمانی که در افغانستان نهادهای خصوصی، البته امیدوارم سر ما قار نشن، همینطور یک وضعیت جریان داره. بعضی وقتا یک دوست من میگن استاد تو چرا پانتونای خصوصی نمیدونی؟ من گفتم که اینا رو من نامشون پانتونای خصوصی نمیدونم، اینا شرکت‌های تجارتی هستن. شرکت‌های چی هستن؟ تجارتی. یک تا دکاندار شیشته سند میفروشن. البته یک عدهشان هم البته قضیات بی‌انصافی هم نشه، یک عدهشان تا حدود یک چیز سرابر دارن، تا حدود، اما اکثریت زیادشان متاسفانه همین چی را دارن. خب اگر در یک جامعه همین رقم باشه، شما فکر بکنین چی جنایت خطرناکتر از این در حق علم میشه. متوجه شدین؟ یعنی بدون مبالغه قسم به الله متعال است، من کسانی را میدانم که سند دکترا برش آورده شده در امور رشته مفاهیم ابتداییش نمیفهمه. سند دکترا که بالاترین درجه تحصیلی فعلا در دنیا دکترا، از این بالا ما در دنیا چیز نداریم. این ماستری ها خریدگی خیلی زیاد است. اگر میگن یک 10 نفر 20 نفر نام میگیرم. دقت کردین؟ پس وقتی ما میگیم تنظیم اداره امور زندگی بشر، خیلی از ابعاد در بر میگیره. متوجه شدین؟ بخش صحت در بر میگیره، بخش تعلیم در بر میگیره، بخش مثلا مسائل قضایی در بر میگیره، همه ابعاد. و اگر نباشه چی خواهد جور شد؟ دقت کردین؟ یک گپ دیگه که بسیار مهم هست و از اهداف اساسی بعثت انبیاء علیهم السلام هست، اما برای تطبیقش نیازمند یک ساختار هست، تطبیق عدالت است. تطبیق چی؟ تطبیق عدالت. تطبیق عدالت در حیات و زندگی بشر هیچ انسان عاقل انکار کرده نمیتونه، اما بر تطبیق از یک ارگانی و یک نهادی و یک ساختاری نیاز است یا خیر؟ قطعا نیاز است. دقت کردین؟ خب به همین خاطر یک بخش از هر نظام سیاسی را چی تشکیل میده؟ بخش‌های قضایی تشکیل میده. بخش‌های چی؟ قضایی. البته این دو بخش داره، یکی وجود قوانینی که تأمین کننده عدالت باشه، یک نیاز است. دوم ارگانی که این قوانین عادلانه را در زندگی و حیات بشر چی بکنن؟ تطبیق بکنن. هر دوی اینها یک نیاز بسیار مهم برای حیات و زندگی بشر است و هر دوی از اینها فعلا یکی از بخش‌های بسیار مهم نظام ها هستند، حتی اگر نظام ها اگر اسلامی باشه یا غیر اسلامی بوده باشه. دقت کردین؟ یعنی ضرورت وجود نهادهایی که مثلا قوانین را وضع بکنه و بعد او را تطبیق بکنه در هر بخشی از حیات بشر هر انسان درک میکنه و در همه نظام ها وجود داره. البته با این تفاوتی که در نظام سیاسی اسلام وضع قوانین از خود اصول و ضوابط مشخص داره که در درس گذشته تحت عنوان حاکمیت شریعت اسلامی که در حقیقت یک مبنای فکری از نظام سیاسی اسلام بود توضیح دادیم، نه که ما در قوانین اسلامی یکی به اصطلاح قوانین داریم که در شریعت اسلامی به صورت صریح وجود داره. دقت کردین؟ و تسلیم شدن به این قوانین به عنوان حاکمیت الله در قوانین تشریعی یک بخش بسیار مهمی از عقیده اسلامی است و یک سلسله مسائل و نیازمندی های روزمره زندگی و حیات بشر هست به صورت تفصیلی در منابع شرعی در مورد از اونها قانون وضع نشده و او را الله متعال بر عقل بشر واگذار کرده. مثلا ما نهادهای تعلیمی خود چی رقم قوانین برجور بکنیم؟ شریعتی را برای ما شما جور کردن؟ نکرده. مثلا نهادهای صحی خود چه رقم قوانین باید بهش وجود داشته باشه؟ شریعت خود جور نکرده دیگه. که رتبه علمی هم گفته باشه این یک نفر این قصال خان این رتبه علمی را براش بتین، یک نفر بعد از 4 سال درس خان لسان، این خود نیاز بشر است و ما خود موجود کردیم. البته با این تفاوت که در روشنایی شریعت الهی باشه و در تضاد با قوانین شرعی نباشه. نهادهای مشخصی این کار را میکنن. و بعد تطبیق قوانین یکی از اهداف بسیار مهم و اساسی و کلی است. یکی از اهداف بعثت انبیا است. الله متعال میگه ما پیامبران الهی را روان کردیم و بر از اونها قدرت دادیم و میزان دادیم که چی کنن؟ لیقوم الناس بالقسط، تا که در میان بشر عدالت تطبیق شود. یعنی یکی از اساسی ترین اهداف بعثت همه انبیا و یکی از اساسی ترین اهداف نزول کتاب‌های الهی تطبیق عدالت است و تطبیق عدالت به صورت فردی امکان نداره.
دقت کردین حالا چقدر نابسامانی های در جامعه ما شما وجود داره. همین ما شما میتونیم که اقدام بکنیم برای حل از او و عدالت برش تطبیق بکنیم؟ میتونیم؟ قطعا در توان نداریم. پس وجود نظام برای تطبیق عدالت در زندگی بشر یک گپ بسیار مهم است و جایگاه عدالت در نظام سیاسی اسلام در درس‌های قبلی توضیح دادیم که اسلام عدالت در مورد هیچ کسی در هیچ حالتی و به هیچ وجه اجازه نمیده. خوب دقت کنین، عدالت یک اصل غیر قابل انکار و غیر قابل نقض است که از دیدگاه شریعت اسلامی در مقابل هیچ کسی در هیچ حالتی و به هیچ وجه اجازه نمیده. یعنی چی؟ یعنی که شما ببینین اسلام اساس دشمنی و دوستی را بر مبنای چی تقسیم بندی کرده؟ بر مبنای عقیده. اساس تقسیم بندی از دیدگاه اسلام بر مبنای چیز؟ عقیده. اسلام و کفر بر اساس از تقسیم بندی میشه. و بعد در مقابل کسانی که اسلام به ما دستور میده با اونها باید دشمنی و کینه و عداوت داشته باشیم به خاطر انحراف در عقیده که دارن. بحث ولا برا همین مفهوم دارن. براءت از کفار یک بخشی از عقیده اسلامی است. در مقابل از امو مردم که کل کفار در بر میگیره، باز در مورد از اونها هم قرآن کریم و شریعت چی میکنه؟ تقسیم بندی میکنه. کافرایی که با ما در حال جنگن، کافرایی که با ما در حال جنگ نیستن. طبعا در مقابل کافرایی که با ما در حال جنگ نیستن خب طبعا عاقلانه هست که عدالت باید رعایت شود. یعنی بدترین دشمنی که اسلام مثلا معرفی میکنه او کافر است که در میدان جنگ در مقابل ما چی داره؟ اسلحه کشیده. به اصطلاح شرعیش کافر حربی که اونجا دیگه خون و مال از او کاملا چیست؟ هدر است. حتی در مقابل اونمو کافر هم در میدان جنگ هم شریعت دستور به چی میده؟ عدالت میده. حال شما دیگه هیچ کس دیگه ای که از این شخص که وضعیت بدتر داشته باشه تصور کرده نمیتونین. شریعت در مقابل امو دستور میده که از حد تجاوز نکنین. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا یعنی نقض عدالت نکنین در میدان جنگ در مقابل کافر حربی. دیگه در مقابل دیگه کافرها چی دستور میده؟ نیکی و احسان بکنین. در مقابل مسلمان چی؟ هر کس میدونه دیگه. دقت کردین؟ یعنی شما تصور بکنین وقتی در مقابل کافر حربی متجاوز ما مکلف بر رعایت عدالت، در مقابل برادر مسلمان ما چی نوع باید تعامل داشته باشیم دیگه. پس تطبیق عدالت یک اصل غیر قابل انکار و از مهمترین اهداف است که نظام سیاسی اسلام بر او بنا شده. و اگر در یک نظام عدالت نبود اصلا نام نظام اصلا به او زیبنده نیست. چی رسه به او که ما پسوند و پیشوند اسلام را هم در مورد از او چی بکنیم؟ قبول بکنیم. یعنی هیچ نظامی بدون عدالت نظام نیست و هیچ نظامی بدون عدالت هرگز پسوند و پیشوند اسلام را به خود گرفته نمیتونه. دقت کردین انشاءالله؟ خب مسئله دیگه که از جمله اهداف بسیار بارز و مهم هست در نظام سیاسی اسلام تأمین امنیت است. تأمین امنیت زندگی مردم، جان مردم و مال مردم و آبرو و حیثیت مردم، حتی حالت روانی مردم در یک امنیت قرار داشته باشند. این وظیفه یک دولت اسلامی است و این وظیفه یک نهاد اسلامی است که از جان مردم، وقتی میگه مردم تنها مسلمان ها را در بر نمیگیره، خب هر کسی که در تحت اداره حکومت اسلامی زندگی میکنه، چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه، جانش باید مسئول باشه، مالش باید مسئول باشه، آبرو و حیثیتش باید مسئول باشه و حتی از لحاظ روانی کسی حق نداره یک ناراحتی جزئی هم بر از او برسانه. میفهمین چی میگم؟ یک کافر که در حکومت اسلامی زندگی میکنه تو حق نداری برش یک گپ بد بزنی، یک گپ بد بزنی، مثلا برش بگی برک آدم بد، یک دعوا بزنی شما دعوا خوب بچه ها دارن، این حق ندارن بزنینش. خب کتسیلی زدن چی؟ به طریق اولا و حق ندارین بزنین. آبرو و حیثیت از اون نقص کردن چی؟ به طریق اولا. زندگی از اون گرفتن چی؟ به هیچ وجه. پس ببینین امنیتی که اسلام معرفی میکنه تنها این نیست که مثلا من کسی جان و مال ما تعرض نکنه، بلکه حتی کس حق نداره امنیت روانی مرا مختل بکنه. امنیت روانی مرا کس حق نداره چی بکنه؟ مختل بکنه. متوجه؟ مثلا من در یک جای روانم کس حق نداره بلند صدا بکنه که ما یک دفعه بترسم. میفهمین این گپ ما چی میگم؟ اینا از احکامی است که در دین الله وجود داره. کس حق نداره بلند چی بکنه؟ کس حق نداره به شوخی حتی مرا بترسانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه
بندن شوخی بکنین، اما اون نوع شوخی که منجر به ترسیدن برادر مسلمان چه چیز حرام است. ولو در حد شوخی باشم، مثلا یک نفر چاقو رو بگیرید تو بکنه تو را بترسونه، که چاقو هم تو هم بفهمی که مذاق میکنه و خود از او هم مذاق کنه، اینمی حرام است. میفهمین؟ من اشار الی اخیه بحدید لعنه الله و الملائکه. کسی که با یک آهن طرف برادر مسلمان خودش آرام میکنه، الله و ملائکه لعنت کرده. چی گپ بخور ترک بنظر نه چی گپ از باید کردن طرف از اون، نه تو رو ترسانی، ذهنش چی کردی؟ امنیت ذهنیش تخریب کردی. شما میدونید که علما میگن در تعریف گناهان کبیره چیست؟ میگه گناه کبیره یک شموس که در شریعت بر از او چی وارد شده باشه؟ لعن وارد شده باشه. تو که یک نفر تو میکنی طرفش مستحق لعن میشی. اینی دین الله هست، نه؟ شما ببینین الله و دین الله و شریعت الله چی گفته؟ باز دیگه خود ما رو ببینیم که چی کنیم. دقت کردین؟ یعنی در یک جامعه اسلامی هر طبقه از افرادی که در حکومت اسلامی زندگی میکنه ولو کافر باشه، کسی حق نداره کوچکترین ناراحتی ذهنی برای از او ایجاد بکنه. دعوتش نام زدنش خب به طریق اولا حرام است. در مورد مسلمان بارها پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا گفته که خون مسلمان حرام است. نمیدونم حدیث مشهوری که در حجت الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این ما کدام ماست؟ صحابه میفهمن، فکر میکنن پیامبر نام ازی تبدیل میکنه، چیز نمیگن. بعد میگه ما حرام نیست، صحابه میگن بله. این شهر کدام شهر است؟ مردم فکر میکنن نام مکه، پیامبر خیلی تبدیل میکنه، مردم خاموش میمونن، پیامبر میگه بلد الحرام نیست. دقت کردین؟ بعض میگه حرمت خون مسلمان و جان و آبروی مسلمان مثل حرمت این شهر و این ماه در این مکان هست. دقت کردین؟ شما مجموعه از آیات و احادیث در این باب خیلی زیاد شنیدین. من مثال ها رو در مورد کافرها به خاطر از این وقتی شریعت الهی در مورد کافر تو گفته، شما خودتون در مورد مسلمان رو بفهمین که چی گفته دیگه. رسول الله صلی الله علیه و میگه اگر یک نفری یک کافر اهل ذمه را حقش نقض کرده باشه، در روز قیامت من خصمش قرار میگیرم. میفهمین چی میگه؟ من خصمش قرار میگیرم. خصم به اصطلاح امروزی بگیم سر یک نفر دعوا شود در محکمه، درست؟ سارنوال چی میکنه؟ بر علیه از او اقامه دعوا میکنه. سارنوالا اصلا از لحاظ قانونی باید سارنوالا عدالت داشته باشن. به اصطلاح همه چیزایی که به نفع و به ضرر متهم از کلش در محکمه میگن. الله سارنوالا امروزی نجات داد. 1000 تا دروغ میگه. اگر تو 1000 دلیل بر بیگناهی برش بدی اصلا نادیده میگیره. خودش دانسته دروغ جور میکنه سرت. خب منظوری که نیست پیامبر اسلام در روز قیامت بر علیه او شخصی که حق یک کافر را در نظام اسلامی نقض کرده، پیامبر بر علیه از او اقامه دعوا میکنه. بفهمین چی میگم؟ شما تصور بکنین که اول خود چه یک نفر بگه در دنیا یک نفر سیلی میزنیمش خلاص میشه. نه، در روز قیامت پیامبر به دفاع از کافری که در نظام اسلامی مظلوم واقع شده، پیامبر اقامه دعوا میکنه. سارنوال دوستی کی می باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و چرا شما به خاطر چی؟ چرا پیامبر اونجا اقامه دعوا میکنه؟ به خاطری که رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعت عادلانه الهی را آورده که در امینجا مردم امور چی کردن؟ نقض کردن. و به نام چی؟ به نام دین پیامبر، به نام دین رسول الله، به نام دین الله متعال. دقت کردین؟ در اونجا پیامبر میخوزه که خب ما چیز آورده بودم و چی بسا از مسلمان هایی که حقوق ابتدایی مسلمان را هم متاسفانه رعایت، در مورد کافر خود اصلا گفته خودشانی جنب نمیگیره. در حالی که حتی در مورد کافر شریعت الهی قدر چی کردن؟ تأکید کرده. در مورد مسلمان شما ببینید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کسی میآید یک گپ بسیار ابتدایی میگه، مثل داستان رو بارها گفتیم بین ابوذر و بین بلال یک کمی دعوا میخواست. ابوذر برش میگه برو به چیز نکیسیا، این یا پارخ شما 1000 دفعه یک دیگه گفتن. بلال میاد پیش پیامبر میگه ابوذر به ما تو گفت. رسول الله صلی الله علیه و بسیار ناراحت میشه. بر ابوذر میگه انک امرؤ فیک جاهلیه، هنوز در تو آثار شرک باقی مونده، هنوز تو مسلمان نشدی. متوجه؟ نه ابوذر زده بود، نه مالش گرفت، عمق کلمه را برش گفته بود. دقت کردید؟ و او جای دیگه که همین که ما گفتیم حتی در میدان جنگ در مقابل کافر عدالت شوه،
غالبا زید بن حارثه است یا خالد بن ولید نامش نمیفهم، چون فکر میکنم هر دوی از اینها از پیششان همین خطا شده، دو روایت بوده باشه. او میبینه که در میدان جنگ یک کافر تو مردانه نمیاد که جنگ کنه کلا گیره بزنه، او تو در جای خدا پات نگه میبینه یک مسلمان زخمی در میدان جنگ رفته میره میکشه. مثلا اون نفر که میگفتن که در میدان جنگ رفت، گفت بله رفتم موتور نفهم. گفت چی کردی؟ گفت والا دست پای کی قطع کردم. گفت خوب طالب ممکن زنده من نباشه، تو دست پاش قطع. گفت بخاطر یک سر از یک از دیگه قطع کردم. این کافر همین رقم جنگ نمیکنه مردانه که به ساچه یک کس زد یا کس زدش پات میکنه خدا، فقط میبینه که در میدان کی زخمی مونده از مسلمان میره میکشه. این صحابی متوجه میشه سعی میکنه این ناجوان است که خب بعد بالا از این میبینی این که میفهمه کی باشان شما میگرزه تا جایی که امکان داره میگرزه، جای میرسه که پشتش دیوار است، این پشتش که دیوار است که نزدیک نمیگه لا اله الا الله. یعنی این که بگی می نفر در اینجا لا اله الا الله را از ترس گفته خیلی واضحه است دیگه، نه تا آخرین حد زور خدا زد که بگریزه. همین که میگه لا اله الا الله راه خلاص کارم چوکو دمیش کامش میزنه میکشش. صحابی دیگه این گپم میبینه. شما ببینید نگاه صحابه را، هیچ چیز از پیشان در میدان جنگ هم می حالت از پیشان خطا میره با پیامبر میگه یا رسول الله فلانی گفت لا اله الا الله، این نفر کشتش. پیامبری را میخواد میگه لا اله الا الله گفت تو کشش. میگه یا رسول الله خب از ترس گفت. پیامبر اصلا دیگه جواب نمیده برش، میگه لا اله الا الله گفت تو کشش. یا رسول الله میگه از میدان جنگات میگه لا اله الا الله گفت تو کشش. هر چی میگه پیامبر می کلمه را تکرار میکنه. میگه در روز قیامت با لا اله الا الله چی میکنی؟ شما خوب ببینید نه؟ میگه در روز قیامت تو با لا اله الا الله چی میکنی؟ گفت لا اله الا الله تو کشش. چی میکنی با لا اله الا الله؟ اشققت قلبه. میگه از ترس گفت. میگه قلبش پاره کردی؟ قلبش خودت پاره کردی؟ دیدی که از ترس گفته بود تو حق نداشتی کارا بکنی. ولو اونمو کافر واقعا از ترس گفته باشه و در روز قیامت امی صحابی مؤاخذه نشه، آیا امکان داره؟ نه. چرا؟ چون این صحابی مکلف بود مطابق ظاهر شریعت باید رو رعایت میکرد. دقت کردین؟ یعنی الله خب میدونه که از هر چی گفته باشه، نه از ترس گفته باشه، اما از ترس گفتن از اون میتونه این صحابی رو برات بده. چرا پیامبر قطع کرد میکنه؟ میگه لا اله الا الله گفت کشش، لا اله الا الله دیگه تکرار نمیکنه. این صحابی میگه ما آرزو کردم که کاش قبل از این اصلا مسلمان نمیبودم. دقت کردین؟ عین کار وقتی خالد ابن ولید میکنه، پیامبر صلی الله علیه و آله قبرش تکرار میکنه. بعد میگه پروردگارا ما از آنچه خالد انجام داده بیزار هستم. اعلان براءت میکنه پیامبر صلی الله علیه و چقدر خطرناک است، نه؟ عدالت الهی و عدالت شرعی عمیز. آل تو لا اله الا الله را خیر، روزه و نماز هم خیر کی، فقط با یک اجتهاد یکی از اینا مخالفت که دیگه از کافر میپرانید که چیز دیگه جورت میکنه. این انصاف است، این عدالت است. من که گاهی وقتا میگم واقعا تعجب میکنم. گاهی وقتا میگم بعضی مسلمانان امروزی من نمیفهم چی شده اینا را. حالت نرمال کاملا از دست دادن، واقعا حالت نرمال از دست دادن. اینو مبالغه نمیکنم. حالت نرمال روانی خود از دست دادن و در بالاترین حد عقده قرار گرفتن. باز یک نفر میگه که شاید بگه که خب حال وضعیت مسلمان ها بسیار سخت شده و فلان شده. شما بگین اینمی حالتم وضعیت ما از حالت پیامبر و صحابه که واقعا سخت‌تر است؟ قطعا نه، بلکه در 5% سختی صحابه ما شما هنوز قرار نگرفتیم، اما از پیش از اونها عدالت نقض شده. در یک مورد نقض شده. دین ایره میگن. متوجه شدین؟ دین ایره میگن. باز وقتی بگی میگه مردم ده چی گپا شده، کدام گپا مصروف هستی. دقیق ترین وقتی که باید ای گپا گفته شده امی حاله هست. چرا؟ اگه امی حالت نباشه و ما به امی گپا گفته بریم احمقانه نیست؟ هست یا نه؟ یکی از شرایط اساسی دعوت امیست که تو با آنچه که مردم فعلا نیاز داره توضیح بدی. متوجه شدین؟ مثلا یک عالم بسیار خوب توضیح میداد، میگه اگر مخاطبین تو کلش مردمای فقیر باشد، تو بیایی شروع کنی که فواید انفاق فی سبیل الله، که آیت قرآن کریم اوتو گفته، که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله اوتو گفته، که ثوابش کل مخاطبین تو کی باشن؟ این بیچاره خدا از این چه قضاوت داره بهش کار کردن نمیدونه. متوجه شدین؟ یا شما بیاین برای آدمای بسیار پیسه‌دار چی بکنین؟ توضیح بدین که اگر کسی فقیر بود اینا ثواب داره که شما صبر بکنین. این خود این دیوانه چی داره؟
اما ترس یا نیست؟ جامعه را ببینیم کدام بخشی از شریعت الهی قبل از دیگرها توسط ماهایی که مدعی اسلامیم نقض میشه، امیر باید توضیح بدی. متوجه شدین؟ شناخت اولویت ها در دعوت امیست. استاد میگه تو فقط همیشه پشت ما را گرفتیم. پشت شما را باید تا که شما اصلاح نشیم ما پشت اعلان میکنیم. دقت کردین گپ مرا؟ اگه امی گپا که فعلا در بدترین حالتش نقض میشه اینا نگیم، درست؟ وقتی که کل جامعه اسلامی آمد، مردم عدالت کل چیز داشت، باز من میگه پارت توضیح بدم، اون وقت معنا داره. یک نفر مثلا در میدان حج بیاید درس چی را بده؟ مثلا بیاید درس روزه را بده. مردم در وقت روزه باز اینجا که مردم روزه گرفته برای درس چی را بده؟ نه در اونجا باید درس حج بدی، اینجا برای روزه دارا درس چی را بدی؟ درس روزه را بدی. نیاز اساسی اونایی که دای اسلامشان از کلایی که زده بالا، از 180 بالا امیس، اینا از هر کس دیگه که بیشتر به اصلاح نیازمندن. اینا از هر کس دیگه که بیشتر بر اصلاح نگاه خود به شریعت نیازمندترن. حالا اگر مثلا من بیام بگم که آریانا سعید بسیار بد است، کدام شما کدام مخالفه؟ بعد است، بله بعد است. دقت کردین؟ حالا ما او خطایی را باید بگم که در وجود خودتان است. نفهمین گپ مرا چی میگم؟ و اگر من نگم نه مربیستم نه دعوتگر. فهمیدین گپ مرا؟ من به میشه توضیح بدم همین آره سعید بسیار بد است، جامعه را بخی خراب کرده، ستاره افغان خوبی خوب بله کلا گیرم میفهمم. بله راست میگی استاد. گپ حل است دیگه. ما در تربیت افرادیم و با اینی فردی که در پیشوریم ششته و خطا داره ایره باید توضیح بدم. من ایره میخوایم تربیت بکنم و این مراحل گود سپری کنه. بله برای او جوانی که ششته پیش خواننده رقمی رقص کرده میره، برای از او اگه من بهم توضیح بدم او گپه که بله این کار بعد از خیلی خوب است، اما برای تو چی؟ من مخاطب اولیم شما هستین. بسیاری وقتا برادر از دور میگه استاد فلانی مورد یک درس بگی، برادر تاجیکستان از دیگه جاهای بیخی درودن. خب من نمیفهم شما در کجا این چی نیاز دارین. خب من مخاطبه اولیه خودم میبینم که چی نیاز داره، اینا را مد نظر میگیرم. البته مخاطب شما نیست بگید استاد کل بدیات اول باز، من منظور اونایی که گپ ما میشنون. خب دقت کردین اونایی که گپ ما میشنون اینا یعنی میفهم منظور من نگم که استاد کل بدیات ما منظور بدم، منظور شما نیست ان شاء الله که همه شما از ما بهترین، اما در امی تیفی فکری ماها امی خطاها هست یا نیست و باید گفته شه و یا نشه و آیا اولویت هست یا نیست و ضرورت به اصلاح داره یا نداره. اما یک عده کسان بسیار عامیانه و طفلانه میسنجن. توقع داره مثلا من به اینجا میفهمم که جمع چی فکر داره، چی چیزای خوشی از یا میام، من بیام گپا را بزنم. چی درس داد استاد؟ فلانی کافر مرتد مشرک بدین طاغوت. چی درس استاد داد به خدا؟ همین کلی گپایی که ما میخوایم. این تربیت نیست. این هم از دیگرها که خوب یادم. فهمیدین؟ خوب بلدم و در جایش خوبم میگیم. فهمیدین؟ خوب بلدیم و در جایش خوبم میگیم. انشاءالله الله با ما توفیق قضیره بده. اما تو میگیم که هیچ کس گفته نتونه. اما مخاطبین خودمو میسنجیم، وضعیت افراد میسنجیم، شرایط جامعه را میسنجیم. دقت کردین؟ تا او جایی که یک کسی بیاید جهاد نفیه بکنه، قسم به الله در او جایی که ما بسیار واضح گپ زدیم کمتر مردم بتونن گپ بزنن، آل هم گپ میزنیم. در او جایی که کسی با نظام الهی مخالفت بکنه قسم به الله اموتر مردانه گپ بزنیم ولو امونجا جا دا جا کشته شویم. دقت کردین؟ در او جایی که بحث ولا و برا بیا اما تو صریح بیان میکنیم. من یک دفعه خطبه داشتم، گپ بعد امو جای آمد که بیخی حساس بود. در همون صحنه دیدیم که چند نفر از این مردم داخل شدن. شیطان دم واسوسه میکنه، نمیشه میگه شیطان واسه کمی در کمی دور افتاده بگو، اما تو واضح گفتم. دقت کردین؟ در او جایی که بحث ایمان به الله و کفر به طاغوت بیا خوب مردانه میگیم، بحث توحید حاکمیت بیا خوب مردانه میگیم، از جهاد هم که بحث باشه خوب مردانه، از ولا برام. اما اون جایی که یک کسی باز به این نام و به این اصطلاحات همه چیز نقض میکنه خوب مردانه با او مخالفت میکنیم.
هر بدی هم که میکنن بکنن، هر تهمتی هم که میزنن بزنن، هر فتوایی هم که میزنن بزنن. ما به خاطر دین الله گپ میزنیم، نه به خاطر راضی ساختن فلانی جوان. او میگه والا استاد می تو توقع داری میگن تو بزنی، تو غلط کردی توقعیت. ما اگه به خاطر تو گپ بزنم میتونم تو اعتراضی بکنم که، اما خدا کنه همین لحظه از من ناراض شوی. تو کسی که ما به خاطر رضایت تو گپ بزنم؟ تو پیش خود چت کلان بیایی؟ برای ما رضایت الله کافی است. ما مطابق شریعت گپ میزنیم، مطابق نیاز گپ میزنیم. متوجه شدن؟ خیلی جوان میره قبضن نه والا یه صد چی شده؟ ما هیچ چیز نشده، شما مریضین که توقع داری هر غلطی کردی من بهم تایید بکنم. بله چرا؟ چون بترسم. خیلی ها ترس سرچپه گرفتن. خب خوب گفتنش خوب نیست. خیلی از استادا را گفتم ما استادا اینی گپ ضرورت است بیاین در موردش گپ بزنین. استاد گفت برای جنجال جور میشه. نه گفتم میگم. میفهمین؟ این نگفتن گپ در اون جایی که ضرورت به گفتن داره ترس است. میفهمین؟ این شجاعت است برای کسی که بفهمه شجاعت یعنی چی. او کسی که در اینجا میآید فقط او گپای را میگه که این مینا برش بگن بله 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 بله. و خطاهای او مخاطبین اولیه خدا گفتن نتانه ولی با ما مشکل جور میشه. اینی ترس است. و گفتن خطا در جایی که باید گفته شود ولو مشکل داشته باشه این شجاعت و مردانگی است. میفهمین؟ خیلی ها مطابق نگاه خود قضیه را می توضیح میده. شجاعت و غیرت و مردانگی را مطابق گمان خود میآید تفسیر و تحویل میکنه. نه، دین صحیح باید بفهمه. خیلی از استادای بسیار نزدیک اومدن استاد گپ اینی جنجال برات جور میکنه و ممکن جورم بکنه همیال جور بکنه. ما به تقدیر الله ایمان داریم. لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا. قسم به الله اگه کمی هم چرتم خراب شده باشه در هیچ موردش بسیار استاد تو مرا که میرون میبینه قسم به الله چند نفر مرا میرون دیدی اگه نفسش استاد شد چی بس استاد دیگه پارو میزنی اینجا میگردی. گفتم بله میگه پارو میزنم اینجا میگردم. متوجه شدین؟ و باز خلاف ایره چی میگه؟ شجاعت و مردان ده اینجا که پارو نازم فلانی تو میبینی که چی حالت داره. گفتم داشته باش. و من این مکلفیت خود میبینم که اول باید دم این مورد گپ بزنم. درازای خواهران رو میبینه شما که با غیرت. خب ایش اعتراض نیست. یک خواهر از ماشاءالله زیاد غلط میکنه میگه نظام اسلامی با حرف زدن میاد. نه میاد با حرف زدن. ما کی گفتیم با حرف زدن میاد؟ اما موضوع را بفهمیم. نه بیاین یک کار دیگر را تجربه میکنیم. بخزیم ما شما عمل اقدام میکنیم، اقدام عملی میکنیم. میتونیم نظام بیاریم؟ بیخی نظام آوردیم کدامت میتونین نظام اداره کنین؟ مردانه و صادقانه به خاطر الله راست بگه. میتونین؟ خیلی بخزیم دیگه. استاد اول مرا میگه بخزیم میال شروع میکنیم. میشه؟ چرا سنجیده پیش نریم؟ اگر ما در نتیجه دعوت خود بتانم در نسل سوم نظام اسلامی بیاریم ما در دعوت خود موفقم. و این گپ بر انسانهای ظاهر نگر کم دانشی که مفاهیم نمیفهمن بیعقلیست. میفهمین من چی میگم؟ شما نسل برین نسل بعدی هم بره نسل بعد از او بتانه خلافت به منهاج نبوت در این سرزمین قائم بکنه. ما در دعوت خود موفقیم. ما امروز بخزم 1000 نفر 10,000 نفر 1,000,000 نفر تلفات بتم نظامم بیارم از کلی چیز که خیلی خنتر. ما انسان موفقی نیستم. بله نظام با گپ نمی آید اما شروعش از اینجا است. ما تا زمانی که صحابگونه عسکر نداشته باشم مبارزه ما به ضرر دین الله تمام میشه و شریعت بدنام میکنم و مسلمان ظلم میکنم. ما به جای از اینکه از مسلمان دفاع بکنم خودم ظالم میشم. نشدیم راست بگیم نشدیم کت خود صادق باشیم. مسلمان سنجیده عمل میکنه. در بدترین حالت
سنجیده ترین رفتار مسلمان داره. بعضی ها تصورشان است که هر قدر بجای و بیجای خوب پرجذبه شدن حتما نشانه ایمان است. بعضی وقتا نشانه بیعقلی است. میفهمین؟ جایش باید بفهمیم، موضع را باید بفهمیم، سنجش باید بکنیم. ما میخواهیم جامعه را تغییر بدیم و تغییر و تحول جامعه با زور آغاز نمیشه، با ساختن انسان ها آغاز میشه. تغییرات بزرگ اجتماعی با نوک شمشیر و میل تفنگ نمی آید، با ساختن انسان می آید. و ما تلاش میکنیم اول خود بسازیم و بعد دیگرها را بسازیم و این کار به مراتب بنیادی تر است ایست که ما برم شمشیر بگیرم 2 نفر را بزنم، نفر سیمی مرا بزنم. خوب یادم میاد این مراحل ما بسیار با درجه بالاتری از جذبه سپری کردیم. خب همین جوانایی که اینجا ممکنه میاد بسیار بعدش آمده باشه که چی گفته رئیس، از همینا کردم ما 100 برابر جذبه بالا. اونایی که برام میشناختن از سابق میفهمن که من چی میگم. یک روز در درس یک استاد چشته بودیم آیات سوره توبه را خوان سوره انفال هم خوان خیزم گفتم استاد همین نفاقی را که تو هم میگی دارم دمام داری چه وقت میره خلاص میکنی؟ استاد آدم مربی بود، خنده کرد به من، خلاص چیز نگفت. دیگه روز من خواست گفت بیجا رفتیم پیشش گفت چند سال درس خوندی؟ سال آخر پانتون بود. گفتم 16 سال. گفت تو هم چی میخوایی؟ خب معلوم دار بود ما چی میخوایم. ما به اون کارا آماده بودیم که جوانا کلهشان هم نمیکردن. مرا گفت این کار را که تو میخوایی حالا بکنی، من 1000 نفر دارم که این کارا بکنه. خونم 1000 نفر کار را که تو میخوایی بکنی را ندارم من. گفت من نمیخوام تو را عزیز بدم. میفهمی که ما چی میگم؟ خوب گپ ما دقت کنین. خب گفت اونمو کار را که تو از ما توقع داری میال با تو بگم که برو تو فلانی کارا بکن. من برای اونمو کار 10,000 نفر دارم که هر کدامش از تو کده خوبتر رو کار کرده. بدون خوب کته هم هست، خوب زوردار هم هست، خلاص. خوب او کاری را که تو میتونی اونمو 10,000 نفر نمیتونه بکنه. حالا من بیایم سر تو همو کار را بکنم و تو را عزیز بتونم که یکی از 10,000 نفر میتونست بکنم، من بیام تو را بتونم. من گفتی کار نمیکنم و بسیار درس کلان برام داد. متوجه شدین؟ ما دیگه به خود در مورد استادام به چی بودم؟ ما تخیل استاد همین نفاق خلاص بکن. ما گفت نه. ما اونجا متوجه گپ استاد شدم. نمیفهم چه شما متوجه گپ ما فعلا میشین، اما اگر الله برای شما زندگی بده و کم کلانتر شین او وقت باز میفهمین. اگر نفهمین بعدا باز میفهمین. متوجه شدین گپ مرا؟ گرچه الحمدلله امو وقت درک کردم گپ استاده، اما حال خوبتر درک میکنم. حال من میام امو گپ میگم نه درک میکنم گپ خودم به قناعت قلبی خود میایم اون گپ میگم. پس ما باید بفهمیم این احساسات و عواطف دینی ارزشمند است. بد نیست، من اینا را بد نمیگم، خود تقدیر میکنم هر قدر بالا باشه. فقط یک گپ میگم که امی احساسات و عواطف مطابق شریعت و عقلانیت تنظیم شود. میفهمین؟ امی احساسات و عواطف باشه خوبم باشه، خوب زیادم شوه، اما چارچوکات شریعت و عقلانیت نقض نکنه. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. گاهی وقتا اینا به هوا مبدل میشه وقتی شریعت نقض کرد و عقلانیت زیر پا کرد. فهمیدین؟ همین شاید یک تا خواهرام به هم داده که استاد من گفت اتمام حجت سرت میکنم دیگه تو میفهمی قیامتت. من گفتم این گپ چیست؟ گپ اصلا ما خودش نمیگفتم حالا تو گپ بزنم که گپ چیست؟ من توضیح بدین تو در فلان جا انت کدی گفتم تو خبر داری گپ همشیندی نه خودم تو میگن تو اصلا خراب شد. نزدیک بود یک سری هم میزدمش. تو چطور به خود اجازه میدی که همین رقم قضاوت کنی؟ گفتش گپ زدم باز گفتم خب تو درس همشیندی نه دیگه. خب برش مختصر توضیح دادم گفتم خب این گپا رو بگم حال اینا غلط است. نه استاد داور باور بکنین مرا لس زده بود بیرون. گفتم خب کجا از میگم همین گپا رو بیا بگو. گفتم ما بیادر گفتیم چقدر چیغ زدیم کاتبی صوتی ویدیویی. من گفت نه گفتی استاد من خودم این تو نباشیم.
مسلمان سرزور تو نباشین. بعضی وقت دیده باشین کله خدا پایین میگیره پیشونی خدا نمیبینه، همین شانه سر خدا بند میکنه تو پیش میره. دیدن نه ما همین رقمیم، چشم خدا هم دور دادیم، عقل خدا هم دور دادیم، اما تو خدا بند کنیم تو پیش میریم دیگه. هر چی که بگم آمد این رقم نباشیم. مسلمان زیرکترین نفر باید باشه، مسلمان عاقلترین نفر باید باشه. متوجه شدید؟ و مسلمان پابندترین نفر به شریعت باشه. بسیاری از انسانها هوای نفس خود شریعت گمان کرده پیش میرن. این دینداری نیست، ولو پیش خود رقم باشه. فهمیدین؟ و یک قاعده کلی دیگر را براتون میگم، اگه کم دقت داشته باشین خیلی از مفاهیمتان حل میشه. همیشه اون موقف شرعی و عقلانی است که میشه بگیم اکثریت قاطع علمای امت حداقل در همون موقفن. این علم هم هست، تقوا هم هست، عقلانیت هم هست. هر وقت دیدین که خودتان که یک چند تا اندیوالای گنگسگولی که خودتان هم میفهمین چیز نمیفهمن تنهاین و همه علمای امت بر علیهتان موقف داره، بفهمین که به باطلین. میفهمین ما چی میگم؟ خیلی ها خودشان قسم به الله از قرآن خوانده نمیتونن. کسانی را به عنوان علما و شیخای خودتون میگه که قسم به الله از اونها هم قرآن خوانده نمیدونن و 5-10 نفر هم بالا نمیرن. فکر میکنن ایمان، عدالت، تقوا همه چیز در همین ما جمع شده و خلاص شده و بس. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر وقت کسی گفت که مردم کلگی گمراه شده به غیر از من دو سه تا اندیوالای من، خودی اینمی آغاز گمراهیش است. میفهمین؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. شاید یک نفر کتاب الله رو خوب فهمیده نتونه، شاید یک نفر سنت پیامبر خوب فهمیده نتونه، اما سبیل المؤمنین رو خب میفهمه. باز اینا سبیل المؤمنین کی رو میگن؟ خودش حق دو اندیوالاش سبیل معصوم دو اندیوالا. فلانی عالم چی تو طاغوتی رو میگی؟ نه. فلانی عالم چی او خو مرتد است بیچاره. فلانی دیگه چی او کفر به طاغوت اصلا نداره. و دیگه چی او خو ولا برا رو نفهمیده. و دیگه چی او چوچه یهود است. و دیگه چی چوچه انا لله و انا الیه. چند نفر میمونه و باز قاعده های از ورق تطبیق کنی اول خودش کافر. پس امیدوارم اول خفه نشه از مکس. خب فهمیدین؟ و اگه خفه شه هم من میگم دلتان دیگه تا وقتی که من از این دروازه برد کنید. خب و ای خیرخواهی است نه دشمنی و صاحبان خرد گپ من میفهمن. میفهمین؟ این خیرخواهی است و کمال خیرخواهی است و او خیرخواهی است که از خیرخواهی های دیگه که شما فکر میکنین ده خیرخواهی تر است. متوجه شدین؟ گفتم من بسیار خوب بلدم عواطفتان خوب بالا بپرانم، خوبم تو مفتی صاحبای یک روزه جورتان میکنم. قسم به الله از خوب بلدم. همین یک روزه شما رو مفتی بتونم عدالت فیتون تکفیر باشه. آیات احادیث کافی هم بلدم. اون رقم بلد هستم که همین مردم اکاد مقابلتان استدلالم کردن نتونن. خوب بلدم. باور بکنین خوب بلدم. براتون درس بدم یک روز مفتی شوین و از کفر و شرک و ارتداد هم پایانتر فتوا نتین و بدون مبالغه براتون میگم در مجادله علمی که تازه مردم هم کس در مقابلتان استاد بودن، حتی کسانی به نام مولا و عالم خوب بلدن. اما ای اگر ما بکنم اولین خیانت به عقیده خود کردیم، به شریعت کردیم و به دین کردیم، دوم به شما کردیم و دنیایتان خیر به آخرتتان خیانت کردیم. فهمیدین؟ میخواد گپای مرا خوب بسنجین، زود قضاوت نکنین. حق دارین مخالفت کنین، حق دارین مخالفت کنین، خوب حق دارین، اما زود قضاوت نکنین. یک بار بسنجین. همین که واسه کجا راست میگه ببینین تو ممکن دو گپ من راست باشه 10 تاش غلط بگید، 2 تا گپ واسه قبول 10 تاش، اما کتش تعامل عقلانی کنین. میفهمین گپای مرا؟ چند تاتون قار شدین سر من میالد؟ دست خدا الله کنه. یک تا دیگه
نه بگن راستش بگن. من میخوام حالت روحی تا ارزیابی کنم. بگم اشتباه شده قاری. متوجه شدین؟ و ببینین خیلی از جوانایی است که هنوز به این سطح نیست، به این درجه از درک هنوزم نرسیده. و اگر در اوایل میگفتم اول خود از این استاد میشد. یک گپ دوم، وضعیت تا اینجا نرسیده بود. رسیده بود؟ متوجه شدین؟ در اونجا وقتی نیاز به بیان او گپ بود، همو باید گفته میشد. حالا از باب تفهیم گپ میگم. خب او جوانایی که در اونمو حالت بودن، می هر استاد در هر جا یک گپ از پیش خطا میخورد، اولین نفری که پیش من اومدن این بود: استاد فلانی نفر تو گفت. خب بچه خیره، باز میگفتمش که او تو اگه جای جای مخالفت میکنم، خب گپش میرفت از دست. مولانا متوکل در اونجا داد تفسیر خود، این تو یک گپ استاد گفت، پیش من اومدن فلانی استاد انت گفت. من میگفتم خیر. متوجه شدید چرا در اونجا شناختی مفاهیم نیاز بود؟ اما توضیح کافی گاه وقتا داده نشد و گاه وقتا داده شد، جوانا درک نکردن. کلیت گپ مرا خیلی خوب تامیال میتونین بفهمین، نه؟ اما تفصیل و توضیح از اون نیاز به چی داره؟ سنجش و علمیت و عقلانیت بالاتر داره. اونو را نداشتن. آل نیاز است که گفته شود. آل نیاز من از این است که مفاهیم زده شود، نه، او مفاهیم اصلاح شود. دقت کردین؟ و ما تا حدود امی گپاره امو وقتم نگفتم. کی در درس ها بیشتر بوده؟ آل برین ببینین امو درس ها را که من میگفتم یا نمیگفتم. درس های سال 95 96 پیش از او امتا. اما بله، آل نیاز به توضیح بیشتر پیدا کردن. چرا؟ چون این بچه ها دیگه زدن همه قاعده قانون ها را چی کردن؟ نقض کردن. شما هم چیز میگن؟ بگوید تو هم یک گپ بزن. سنگرم را پیامی جهانیست، خنجرم را دمی آسمانیست. میروم تا که میرم در این راه، مردنم زنده جاودانیست. سنگرم را پیامی جهانیست، خنجرم را دمی آسمانیست. میروم تا که میرم در این راه، مردنم زنده جاودانیست. هر ستم گرز جوشش نشانی، هر جفا کش به کامش رسانی. هر ستم گرز جوشش نشانی. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است.